تو قوانین نانوشته که خدمتتون عرض کردم مثلا دیدین دخترها میرن لاغر میکنن میگن وای چقدر باربی شده، پسرها لاغر میشن میگن معتاد شده. نه یه قوانین نانوشته است که اصلا هیچ کس نمیدونه کجا و چرا به اثبات رسیده. یا اینکه میگفت هر چقدر که دختر زشتره صداش نازتره و برعکس همینطور. میگفت ما مورد داشتیم دختری داشتیم تو فامیلمون چهره عین آنجلینا جولی، صدا مثل اگزوز خاور. تو مبحثی که دختر پسرها از ناچاری میرن تو سینماها میشینن، مصطفی میگفت من دیدم دختر پسرها از ناچاری سر قبرستونا قدم میزنن رو هم دیگه. چه اوضاعی بود. میگفت با چشمان خودم دیدم دختر پسر با هم رو قبرها را میرفتن، یهو این گردون پلیس رو از دور پسر دید، دست و پاشو گم کرد، سریع به دختره گفت بشین فاتحه بخونه. مأمور اومد گفت اینجا چیکار میکنه آقا تو؟ گفت چیکار میکنم؟ قبر بابامه، دارم فاتحه میخونم. یه نگاه کرد به قبر گفت این که 8 سالش بوده، بابام تو بچگی مرده.